بند کردن فریدون ضحاک را. ضحاک از این گفتگو به جوش آمده و بفرمود تا بر اسپان زین برنهادند. پس آنگاه با سپاهی گران از نره دیوان و جنگیان از بیراهه روی به سوی کاخ نهاد. سپاهیان فریدون چون آگاه گشتند به جنگ ایشان شتافتند. چون دو سپاه رویاروی شدند به هم برآویختند. مردم شهر بیت المقدس نیز که از ضحاک بسیار ستم دیده بودند به پشتیبانی فریدون از پشت بامها و فراز دیوارها خشت و سنگ بر سپاه ضحاک باراندند و از پیر و جوان هر که جنگاوری دانست به سپاه فریدون پیوست. در همین زمان موبدان نیز از آتشکده فریدون را پشتیبانی بکردند و گفتند که همه پیر و برناش فرمان بریم، یکایک ز گفتار او نگذریم. نخواهیم برگاه ضحاک را، مران اژدهاوش ناپاک را. از این پس دیگر ضحاک اژدهادوش ناپاک را شاه نمی دانیم و همه از برنا و پیر و سپاهی و شهری به فرمان فریدون باشیم. بدین سان بود که همه همچون کوهی استوار در برابر سپاه ضحاک بایستادند. ضحاک از فزونی رشک نهانی همه تن به زرهی آهنین بپوشانید تا کس او را نشناسد. آنگاه از لشکر جدا گشته راهی کاخ گشت. پس کمندی انداخته بر کاخ فراز آمد. ناگه شهرناز را در کنار فریدون بدید و از اندیشش گذشت که آن کاری ایزدی است و او را رهایی نخواهد بود. آتش رشک و حسد مغزش را بگداخت. پس نهراسید و با کمند از بام به زیر جست و شمشیر از نیام برکشید تا آن پری چهرگان را بکشد. در همین زمان فریدون همچون باد بیامد و دست بر گرز گاوسار برده بر سر ضحاک زد و کلاه خود او را بشکست که ناگاه سروشی ایزدی آمده بدو گفت مزن که هنوز زمان مرگ او فرا نرسیده است. پس او را به همین سان در بند کن و با خود ببر تا به دو کوه در کنار یکدیگر برسیم. پس او را در آنجا بند ساز تا خویشان او نیز نتوانند به کنارش آیند. در اساطیر ایرانی آمده است که ضحاک با جادو خود را به صورت پرنده‌ای کوچکتر از باز درآورد و بر بام کوشک آمد. آنگاه چون زنان خود را با فریدون دید خود را از بام به زیر انداخت و آنگاه به صورت راستین خود درآمد. فریدون که گرز گاوسار برداشت از خداوند نیرو خواست، لیکن ضحاک از دیوان یاری طلبید. این شد که فرشتگان بیامدند و فریدون را بر ضحاک پیروز گردانیدند. فریدون پس از شنیدن سروش ایزدی بیدرنگ کمندی از چرم شیر آورده دو دست و کمر او را چنان بند کرد که پیل ژیان نیز نتواند آن را گشادن. آنگاه فریدون بر تخت ضحاک نشسته بفرمود تا زینهار دهندگان آگهی کنند که ای نامداران، زین پس ساز و برگ جنگ از خویش دور سازید و بدانید که سپاهی و پیشور نباید همسان و همکار یکدیگر باشند و هر که باید کار خویشتن کند تا زمین پر آشوب نگردد. اینک که آن ناپاک که گیتی از او در هراس بود در بند شده است، شمایان نیز شادمان هر یک به کار خویشتن بپردازید. پس از آن که مردم سخنان فریدون را شنیدند، نامداران و توانگران شهر با پیشکش‌هایی بسیار به نزد فریدون رفتند. فریدون ایشان را بنواخت و پند بسیار داد و گفت یزدان پاک مرا از البرز کوه برانگیخت تا به فری که مرا داد
گیتی را از بدیها و از آن اژدها پاک سازم و اینک من شاه همه گیتیم. که یزدان پاک از میان گروه برانگیخت ما را ز البرز کوه. بدان تا جهان از بد اژدها به فرمان گرز من آید رها. چو بخشایش آورد نیکی دهش به نیکی بباید سپردن رهش. منم کدخدای جهان سر به سر نشاید نشستن به یک جای بر. پس نباید که به یک جا نشینی وگرنه بیش از این در اینجا با شما می ماندم. بزرگان پیش او خاک را بوسه دادند و آوای کوس برخاست و فریدون آهنگ رفتن کرد. پس ضحاک را همچنان در بند افکنده به خواری بر پشت شتری و همراه لشکریان و آنچنان که همه شهر ایشان را می نگریستند از شهر بیرون برد تا به شیرخان رسیدند. شیرخان در دماوند بوده است. به همین سان ضحاک را بسته به کوه راند و خواست تا سرش را نگون سازد که ناگاه سروشی ایزدی بیامد و گفت که این بسته را تا دماوند کوه ببر همچنان تازیان بی گروه. و با خویشتن تنها کسی را همراه کن که تو را در هنگام سختی به کار آید. پس فریدون ضحاک را به شتاب به کوه دماوند برد و در آنجا بند کرد. لیکن از بخت بد دید که بند کم آورده است. پس دهاری یا غاری بدید که بن آن پیدا نبود. بندهایی آهنین و میخهایی گران آورد، دستان ضحاک را در آن غار ببست و بر همین گونه ضحاک گسسته از خویش و پیوند در آن غار آویخته بماند. به کوه اندرون تنگ جایش گزید، نگه کرد غاری بنش ناپدید. بیاورد مسمارهای گران به جایی که مغزش نبود اندر آن. فرو بست دستش بر آن کوه باز، بدان تا بماند به سختی دراز. ببستش بر آن گونه آویخته وزو خون دل بر زمین ریخته. از او نام ضحاک چون خاک شد، جهان از بد او همه پاک شد. گسسته شد از خویش و پیوند او، بمانده بدان گونه در بند او. و این چنین بود که گیتی از بد ضحاک پاک شد. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بدن مر تو را سودمند. سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خارمایه مدار. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. فریدون سه کار خدایی بکرد. نخست و بیش از همه آن که گیتی را از ضحاک بیدادگر ناپاک بشست و او را بند کرد. دیگر آن که کین پدر بگرفت و بر گیتی شاه گشت. و سه دیگر آن که گیتی را از نابخردان بپالود و از بدان بستد. جهانا چه بدمهر و بدگوهری، که خود پرورانی و خود بشکری. نگه کن کجا آفریدون گرد، که از پیر ضحاک شاهی ببرد. ببد در جهان 500 سال شاه، به آخر شد و ماند از او جایگاه.
برفت و جهان دیگری را سپرد، به جز حسرت از دهر چیزی نبرد. چنینیم یکسر که و مه همه، تو خواهی شبان باش و خواهی رمه.